خب چیه پیلاتس جذاب بود برات که تا اینجا ادامش دادی؟ اونجا یه احساس امنیت فیزیکی بهم میداد. اولین نفس عمیق، حالا اون تنفس ارضیه رو که انجام دادم گفتم خدای من باورم نمیشه تا زیر پوست سر من گرم شد. مگه داریم یه همچین احساسی؟ این بود که بعد از چند جلسه پیلاتس کار کردن حدود یه ماه اینطورا احساس کردم که خواب خیلی با کیفیتی دارم. چی شد که تو رفتی به سمت ریفورمر رو؟ از کی با ریفورمر آشنا شدی یا چجوری با ریفورمر آشنا شدی؟ استودیو، در واقع 2 استودیو داشتم توی ملک پدریم که طبقه دوم ریفورمر رو گرفتم و گذاشتم اونجا شروع کردم. با یه دونه دستگاه؟ آره با یه دونه دستگاه. برای تبدیل شدن به یه مربی پیلاتس چه مهارت‌ها و ویژگی‌های خاصی نیازه؟ شما از یه سری مرزا، یه سری منیت‌ها باید عبور کنین. خودتون خسته این باید برین سر کلاس و اصلا اون روز نمیتونی لبخند بزنی ولی باید بری لبخند بزنی و اینکه اونا هم همین ماجراها رو داشتن تا یه روز و همه چشا خاموش. وقتی از در میرن بیرون میبینی همه چشا داره برق میزنن، همه دارن با تو صحبت میکنن و لبخند میزنن، حالشون خوب شده. اینکه تو دیگه یه مربی معمولی نیستی سر کلاست. اصلا این بدن رو فقط یه دست و پا و یه چیز فیزیولوژیک نگاه نمی‌کنی. بری فقط یه جلو بازو پشت بازو بگی خب حالا اینو برسونم به تناسب اندام. به خدا که این بودای دیگه‌ای هم داره، اینی که روبروی تو وایساده این یه انسانه. ما اصلا واقعا خیلی به دستگاه‌های متعدد نیازی نداریم. ما همین که یاد بگیریم این حرکت رو در فرم صحیحش انجام بدیم، بتونیم 10 تا تمرین رو در فرم صحیحش انجام بدیم، خیلی به ما کمک میکنه. هنر حرکت و فلسفه حرکت نمیتونه توی باشگاه بدنسازی خلاصه بشه. بذار اون آدم فقط به خاطر ریفورمر بیاد ولی تو بهش بگی به خدا این نیست ماجراها، من میخوام یه جوری دیگه بهت کمک کنم. در جریان این موضوع هم باش. دوستانی هم که دارن سالها تمرین میکنن یا با ما تمرین میکنن، اینها واقعا قدرش رو کم میدونن. بچه‌ای که حرفه‌ای ان توی شنا میان میگن من شوشم یه تغییراتی توی آب داشته. طرف سوارکار میاد میگه من احساس کنم روی اسب راحت‌تر میشم. خب این همه این گزارش‌ها اینا مال دنیای پیلاتس ولی چرا کسی اینا رو نمایش نمیده؟ مستند نمیشه. دنیای ورزش تا 10 سال آینده باید ورود کنه به اون جایی که آدما رو ببره به سمت زندگی بدون درد. سلام، خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتی و اومدی به این قسمت. سلام به شما و بچه‌ها که دارن ما رو میبینن و میشنون. من خیلی خوشحالم از اینکه اینجام. خدا رو شکر. سریع برم سر اصل مطلب و اینکه یه معرفی کوتاه از خودت بگی و سابقه آموزشیت. من والم و فکر میکنم که از 5 سالگی دارم ورزش میکنم و به صورت حرفه‌ای از 13 سالگی شروع کردم تمرینات بسکتبال و تو دنیای تکواندو، بعدش هم 2400 متر و دیگه بعد از مسابقات لیگ کشوری ایروبیک با پیلاتس آشنا شدم و از اون به بعد دیگه جدی دنبال کردم. فکر می‌کنم سال 88 بود که خیلی برام جذاب بود دنیای پیلاتس به خاطر اون کنترلی که داشت و وسواسی که روی اجرای حرکت‌ها داشت. این بود که دنبال کردم تا به امروز. خب چیه پیلاتس جذاب بود برات که تا اینجا ادامش دادی؟ راستش احساس میکردم یه درون مایه عمیقی توی این ورزش هست، این روش تمرینی، که باعث میشه من توجه خاصی به بدن خودم داشته باشم که توی ورزش‌های دیگه نبود. مثل 2 میدانی که مجبور بودم خیلی خشن و تاف برخورد کنم با بدنم، مخصوصاً حالا تمرینات بدنسازی که برای دوره پیش از مسابقه داشتیم یا حرکات اجباری ژیمناستیکو که برای مسابقات ایروبیک باید انجام میدادم و آسیبایی که داشتم، همه اینا باعث شد که دنیای پیلاتس منو بکشونه سمت خودش. یکی از دلایلش این بود در واقع. اونجا یه احساس امنیت فیزیکی بهم میداد. منم تجربه‌ام همین بود دیگه که رفتم به سمت پیلاتس. یعنی توی رشته هایی که کار میکردم، مخصوصا اواخر که رزمی کار میکردم، همش پر از آسیب و کوفتگی و صدمه و اینها بود. اولین جلسه تجربه پیلاتس هم هیچ وقت یادم نمیره که یک همچین حسی بود که آخیش مثلا چرا ما خود به خودمون اونقدر جفا میکنیم و زحمت میدیم و اینها. بعد که اومدم سمت پیلاتس و اون حس رهایی بعد از تمرین که احتمالاً هممون تجربهش میکنیم، حس ماساژ، استخر رفتن، سبک خیلی شدن، متفاوت بود با رشته‌های دیگه که قبلا تمرین میکردیم و دیگه ما هم دوچارش شدیم. بعد چی شد که اومدی تو مسیر
مربیگری. دلم میخواست اینو هدیه بدم به آدما. همیشه سر تدریسام هم به بچه‌ها میگم، یعنی ارزشمندترین هدیه که این روزا میتونیم بدیم میتونه همین باشه، چون که این روزا آدما واقعا توی بدنشون زندگی نمیکنن، همش بدو و توی سرمون مدام فکر میکنیم، درگیری‌های خاص خودمون رو داریم و این موضوع شد که خیلی جدی مربیگری رو دنبال کنم و بعدش هم که دیگه حالا مدرسی و آموزش مربی ها که دیگه اونم باز یه نگاه خیلی تخصصی کم با جزئیات بیشتر بگیم که چه اتفاقی افتاد، از کی شروع کردی؟ تو سالای 87-88 بود که سازمان شروع کرد یه سری رشته ها و روش تمرینی جدیدی رو که بنیانگذاری شده بود حالا توسط متولیان این رشته ها معرفی کرد که من یادم هیئت استان به ما ورزشکارا اعلام کرد که یه رشته‌ای هست به نام پیلاتس، میتونین بیاین حالا شرکت کنین. به صورت کارگاه آشنایی بود تا اونجایی که یادمه و خب رفتم. دقیقاً نقطه عطف علاقمندی من به این رشته هم همون کارگاه بود که دیدم چقدر حرکت‌ها داره مایندفولی و خیلی با آرامش و کنترل زیاد اجرا میشه. قبلا هم یه استادی داشتیم که حرکاتو با همین وسواس به همون آموزش میداد و من خب همش دنبال این بودم که یه رشته‌ای باشه که شما بدون اینکه بدوین، بپرین، جامپ کنین و اون تمرینای سنگین رو داشته باشین بتونین مراقبت کنین از بدنتون و پیلاتس همه اینا رو به من میداد. اینه که شروع کردم به آموزش دیدن و کارگاهایی که از طرف فدراسیون برگزار می‌شد. یادمه که اون موقع کارگاه سطح 4 تا 1 و یه سلسله کمربند بود که باید حالا میبستیم و یه سری تایم 12 تا 15 ماه بچه‌ها میگذروندن تا برسن به مدارج مربیگری. اینه که من یادمه توی اولین کارگاهی که توی کرج برگزار شد سطح 2 رو گرفتم و آماده شدم که برم از نزدیک حالا با خود خانم عطری دوره ها رو بگذرونیم و آماده بشم برای مربیگری. و چی شد که تو رفتی به سمت ریفورمر رو؟ از کی با ریفورمر آشنا شدی یا چجوری با ریفورمر آشنا شدی؟ راستش فکر کنم از همون اولا پیگیر ریفورمر بودم. همیشه با آقای زرعی صحبت که میکنی میگم من فکر کنم تاریخچه تلگراممون رو چک کنیم از تایمی که اصلا پیلاتس برای من جذاب بود دنبال این بودم که ببینم این دستگاه ها رو کی بالاخره میسازه، وارد میکنه و ماجراش تو ایران قرار به چه شکل باشه. که من هر سال میپرسم قیمت دستگاه چه شکلیه، که قرار ما اجازه آموزش داشته باشیم. خب فضای خیلی محدودی داشت از اول پیلاتس و نمیتونستین اگر لولای ابتدایی رو نگذرونده باشین برین حالا مثلا روی دستگاه یا اکسسوریای دیگر رو کار کنین. اینه که من همش مشتاق بودم ببینم کی میرسیم به مرحله آخر که دستگاه هاست. اینه که بعد از یه دوره مدرسی کلاسای مت و اکسسوری خیلی دیگه به خودم گفتم یه تکرار عجیبی داره مت برای من که هیجان دستگاه میتونه دوباره منو مشتاق کنه که بمونم تو دنیای مربیگری. اینه که دستگاهو اقدام کردم برای خریدنش و خب یه استودیو، در واقع 2 تا استودیو داشتم توی ملک پدریم که طبقه دوم دستگاه ریفورمر رو گرفتم و گذاشتم اونجا شروع کردم با یه دونه دستگاه. آره با یه دونه دستگاه. و اینکه به خودم میگفتم خب حالا اینو خریدی از کی میخوای آموزش ببینی و تو یه دنیای به این بزرگی رها شدی بدون مستر و میخوای چی کار بکنی. این بود که یکی از دوستام که ترکیه بود با آکادمی آسیب در حال آموزش بود و خودش هم آموزش میداد، خانم لیلا فروغی. باش کانکت شدم و پرسیدم که شرایط به چه شکله و فکر کنم 1 سال بعدش من رفتم آنکارا پیش ایشون و دوره ها رو گذروندم تا لول 2 و سال بعدشم البته میشه گفت 6 ماه بعد، سال بعد نه 6 ماه بعدشم که با مدرسه پولستار آشنا شدم، مدرسه کد. تو مدرسه پولستار با آکین ساچی و دمت کار کردم که حالا بعدم با دمت آنلاین هم ادامه دادم تمرینامو و دیگه با آکادمی کدم فکر کنم باریش بود از مدرسای خوب اونجا که همچنان ادامه داره ولی به خاطر افتتاح مدرسه جدیدم یه ذره ارتباطم با بچه‌ای که حالا تو ترکیه کم رنگ‌تر شده و دیگه توی همون فاصله‌ای که داشتم آموزش میدیدم مربیایی هم که حالا دوست داشتن آموزش ببینن میومدن سر کلاسام
و خود این موضوع که همزمان هم یاد میگرفتم هم یاد میدادم خیلی برای من خوب بود، چون باعث میشد که نهادینه بشه اون سرفصلایی که داری آموزش میبینی و خیلی عالی بود تا اینجا که خیلی یه دنیای شگفت انگیز واقعا ریفورمر برای من. عالی. آره دنیای خیلی جذابی. حالا برم سریع این سوالو بپرسم که چقدر به نظر تفاوت داره مت با ریفورمر؟ اگه بخوام خیلی تفاوت عمده‌اش رو بگم، به خاطر اون کشسانی فنرا و تابع نیرویی که اعمال میکنه خیلی داینامیک تره و تنوع تمرینی که میخوایم و به همون میده و مت هم البته خیلی فضای بازی داره اما آسیب کمتری به همون میده خود دستگاه، به خاطر اون حالا امکان تمرینات هوریزونتال یا افقی که به همون میده فشار رو خیلی کم میکنه، گشتاوری نیرو رو خیلی کم میکنه روی ستون فقرات و مفاصلمون. یکی از دلایلی که حتی تو دنیا فیزیوتراپی هم الان خیلی داره ازش استفاده میشه فکر می‌کنم همین موضوع باشه، تمرینات افقی، که البته من از هر دوتاش لذت میبرم. خیلی هم در مورد تفاوتاش میخوندم که پویاتر میتونه باشه با دستگاه. من نظر شخصیم این نیست، چون روی مت شما خیلی داینامیک تر میتونی حرکت کنی. اگه در مورد افراد آسیب دیده باشه نه، میتونم بگم که تنوع تمرینمون روی ماشین بیشتره. روی مت دست و بالمون بیشتر بازه. دقیقاً انگار شما رو توی دستگاه میزنن توی یه فضای شطرنجی یا مثلا یه شاغلیه که شما باید مثل خطکش عمل کنی و خیلی میریم توی تمرینات ایزوله و خود من خیلی نمیپسندم تمرین ایزوله رو، به خاطر اینکه روی موومنتمون خیلی کمتر کار میشه. ولی شما وقتی روی متین انگار یه آزادی دارین توی حرکت که این خود آرایش حرکته و اون رقصی که دارین توی عضلاتتون خیلی حتی گیت شما رو تحت تاثیر قرار میده، راه رفتنتون تغییر میکنه. من فکر میکنم بهترین تجربهش این شکلی باشه که اینها با هم ترکیب بشه. قطعاً. یعنی اینکه اکتفا نکنه یک نفر فقط به مت یا فقط به دستگاه. آره من تجربه کلاس داریم با بچه‌ها همینطوری بوده، یعنی اون محصول تمرینی که بیرون میاد از بدن و ذهن‌ها فکر می‌کنم که آره نمیتونیم بگیم فقط دستگاه کافیه. یه وقتی میبینم که بچه‌ها واقعا دلشون میخواد رو مت باشن، بهشون میگم که خب امروز رو مت گرم کنیم بعد بریم روی ماشین، میبینم که خب استقبال میکنن، چون اون فضای ساختارمند و خشک ماشینم خب یه کمی انگار ذهن رو خسته میکنه. اینو به این دلیل گفتم که خب با بعضی از دوستان که صحبت میکنی یه سریا فقط میگن که نه ما فقط مت، یه سریا میگن نه دیگه ما فقط آره نظرها متفاوته، ولی ترکیب این دو خیلی بهتره، یه بدن عالی متعادل میشه. من همینطور فکر میکنم. آره برای تبدیل شدن به یه مربی پیلاتس چه مهارت‌ها و ویژگی‌های خاصی نیازه؟ آیا به نظرت مثلا همه میتونن که مربی بشن یا نیاز به یک پشتوانه‌ای داره، نیاز به یک تجربه‌ای داره؟ چه چیزی رو می‌خوایم برای اینکه بتونیم یه مربی خوب پیلاتس بشیم؟ راستش بر خود من مربیگری یه مسیر عمیق شناختی بود، به خاطر اینکه باعث شد خودم رشد کنم و فکر میکنم افرادی که حوصله ندارن، اون حس حمایت توی وجودشون نیست، اصلا ورود نکنن به دنیای مربیگری شاید بهتر باشه براشون. به خاطر اینکه شما از یه سری مرزا، یه سری منیت‌ها باید عبور کنین، خودتون خسته این باید برین سر کلاس و اصلا اون روز نمیتونی لبخند بزنی ولی باید بری لبخند بزنی و اینکه شکست عشقی داری، شکست تجاری داری و همه داستانه که همین روزا درگیرشین، ولی میری سر کلاس و اون آدما وقتی میان پیشت اونا همین ماجراها رو داشتن تا یه روز و همه چشا خاموش، وقتی از در میرن بیرون میبینی همه چشا داره برق میزنن، همه دارن با تو صحبت میکنن و لبخند میزنن، حالشون خوب شده. اینه که با اینکه خب مربی، من همیشه شاید این جمله جالبی هم نباشه، میگم که مربی در حال مصرف شدن مدام و باید انقدر ظرفمون رو پر کنیم از احساسات، از تکنیک، مسائل انسانی، فلسفی. حتی من میگم اگه حوصله نداری فلسفه بخونی، آنتروپولوژی بخونی، انسان شناسی، تسهیلگری بلد نباشی، اصلا ورود نکن. اینه که خیلی کار سختی مربیگری، واقعا سخت، خیلی سخته. داشتم به یکی از دوستانم چند روز پیش میگفتم
که ما یه مراجعه کننده جدیدی داشتیم، بعد داشتم که یه توصیه هایی میکردم که حالا مراقب باش که این آدم این شکلیه، این شکلی میشه، اخلاقش اینطوریه، ممکنه اینو بگی، اینو بهت بگه. یعنی میخوام بگم ما با اینکه روانشناسی نخوندیم ولی باید آره انقدر تیپای اینطوری هم بدیم به بچه‌هامون. آفرین، انقدر باید مطالعاتش رو داشته باشیم و یک سررشته‌ای داشته باشیم بتونیم در اون حد کمک بکنیم به اون طرف که میاد، چون ما روانکاو که نیستیم. اون آدمی هم که میاد پیش ما با کلی مشکلات مختلف میاد، حالا با یک انگیزه‌ای بالاخره پیدا کرده که بیاد ورزش بکنه. خب ما باید حواسمون به این حواشیش هم باشه که یه وقت مثلا انگیزش رو از دست داد، دوباره ما بهش انگیزه بدیم بیاد. و ما باید خیلی مثلا از بالاتر نگاه بکنیم، بتونیم که مشکلاتش رو حدس بزنیم، حداقل بدونیم که چه اتفاقایی در روز ممکنه براش افتاده باشه و بتونیم بهتر بهش که پوشش کنیم بمونه تو جامعه سلامت. این داشتی قشنگ میگفتی، میخوای ادامه بدی؟ آره خب چون این موضوع مورد علاقمه، چون خب جامعه هدف من همیشه مربیا بودن. البته که خیلی من خوش شانس بودم تو دنیای پیلاتس که این همه مربی واقعا منو قبول دارن و میان سر کلاسام. این فرصت برای من بود که سخنرانیای اینطوری خیلی داشته باشم در مورد اینکه بابا یه ذره انسان شناسی بخونید، یه کمی فلسفه. نمیخواد حالا حتما بری یه کتاب بگیری تا آخر بخونی، هم که تورق کنی بهت یه دیدی میده. این که تو دیگه یه مربی معمولی نیستی سر کلاست، اصلا این بدن رو فقط یه دست و پا و یه چیز فیزیولوژیک نگاه نمی‌کنی. بری فقط یه جلو بازو پشت بازو بگی خب حالا اینو برسونم به تناسب اندام. به خدا که این بعدای دیگه‌ای هم داره، اینی که روبروی تو وایساده این یه انسانه. اگه من فیزیولوژی میخوام یا آناتومی، اون یه سری کاتگوری آزمایشگاهیه برای اینکه ما علوم رو طبقه بندی کنیم. ولی اگه من بخوام اینو به عنوان یه ارگانیسم پیچیده فعال روبروی خودم ببینم، اول از همه این ساختاری سازگاری روانیشه که برام مهمه، نه فیزیولوژیک یا حالا آناتومی. و اینه که همیشه با بچه‌ها چالش داریم که میان با یه عالم سوالای کنزیولوژی و آناتومی و گفتن شما خیلی خوب آموزش میدین و میبینن که من جلسه اولام اخلاق آموزش میدم. باید به هم نون قرض بدید، باید با هم رفتار خوبی داشته باشید. این حس دوست داشتن بدن آدما رو اول توی کلاستون بکنیدش سرفصل آموزشی. اینه که فکر کنم هممون باید اینطوری نگاه کنیم به مربیگری. آره واقعا بخش اعظمش، حالا این نظر شخصی ها، این شکلیه که اون رفتار است، اون تعامل است که بین من و شاگرده است، اون باید اول درست باشه، من بتونم که به خیلی از نیازهای اون پاسخ بدم، بعد دیگه حالا بریم سراغ تمرین و بدن و اینها. چون که وقتی اون ارتباط اولیه شکل نمیگیره، من انگار بیان مشترک نداریم که حالا بخوام بهش بگم که ببینین حرکت از اینجا شروع میشه و به اینجا ختم میشه. چون این آدم اون مقبولیت رو هنوز، یعنی مربی براش اون مقبولیت رو نداره. پس من چطوری میتونم وقتی کلام مشترکی باهاش ندارم یا خاطره مشترکی، حتی من گاهم برای مشاوره ها اول میگم که بابا حالا بیاین یه چایی با هم دیگه بخوریم، نمیخواد بیا با من تمرین کنی. یا حتی خیلی از ورزشکارام که دیگه از پیشم رفتن میگم نمیخواد بیای تمرین، فکر نکنی زنگ زدم که بگم پاشو بیا مثلا دوباره ثبت نام کن و اینا. چون همیشه ماها در مزان اتهام این هستیم که داریم خدمات رو میفروشیم به مخاطبمون. یکی میگم فکر نکنی من میخوام خدمت بفروشم بهت پاشی بیای سر کلاس. تو رو خدا ماها هم نیاز داریم که خارج از فضای تمرین، خود مربی هم حتی بهش نیاز داره که یه حالا چای بخورین و گپ بزنین. چه توصیه‌ای داری برای کسایی که میخوان حداقل علاقمندن که بیان توی حرفه مربیگری؟ خیلی توصیه هست که بخوای بهشون بگی، ولی خب دیگه مثلا مامان بزرگا توی آستانه دهه 5 زندگی توصیه بیان اصلا نیان، سخت آسونه. راستش اگه قرار همیشه ورزشکار باشن، به نظرم اصلا برن مربیگری دورهاشو بگذرونن، یه سری اصول مربیگری رو بدونن، به خاطر اینکه مراقبت از بدنشون رو یاد میگیرن. حالا حتما قرار نیست که همه بریم مربی بشیم و بیزنس کنیم حالا تو اون شاخه. میتونی بهتر بدونی در مورد بدن و خب فدراسیون هم این امکانو داده و خیلی کلاسای رایگان هم الان هست. میبینم که جمعه ها یه سری بچه‌ها کلاسای رایگانه، مثلا آناتومی هست، فیزیولوژی هست، میتونی بگذرونی با بدنت آشنا بشی.
و اینکه توصیه دیگه بازم در مورد همون انسان شناسی و فلسفه به نظرم یکم بریم به اون سمت خیلی بهتره، چون دیگه انقدر متخصص حرکات اصلاحی داریم به اندازه کافی. من فکر می‌کنم که این شکافه که بچه‌های روانشناسی ورزش کم کم باید وارد بازار کار بشن. اگه مربی هستی تو اون سطح و تو اون استیجی که الان دیگه حرکات اصلاحی رو در حد دکترا خوندی، خب حالا یه مقدارم فلسفه بدنمندی بخون، بد نمیشه. انقدر نگاه مثلا تاف و خشک و کتابی نداشته باشیم به آدمیزاد که فقط بیاد توی باشگاه و یه سلسله تمرینات سنگین انجام بده، چاق و لاغر بشه، خوشحال بشه و بره بگه که خب من تمرین کردم. یکم از این فضای خارج شیم، فکر کنم که الان دیگه تایمش رسیده باشه. خب میخواستم که یه توصیه‌های واضح‌تری ازت بشنوم برای کسی که مثلا بیاد آقا اصلا شما الان از این حرفت راضی هستی خودت و توصیه میکنی که کسی این حرفه رو ادامه بده؟ بر خود من این شکلی بوده که من همیشه تلاش کردم درآمدم رو ارتقا بدم، حالا هر طور که بوده سعی کنم بازار کارم رو دور بزنم، همیشه یه قدم جلوتر باشم، یه 4 سال جلوتر رو ببینم. و خب اگر که هوش تجاری نداری نه توصیه نمی کنم که وارد این رشته یا صنف بشین، چون که خیلی بازار رقابتی سنگینی هست الان با توجه به چهره ها و فیزیک های خیلی خفنی که داریم میبینیم تو دنیا الگوریتم اینستاگرام یا حالا دنیای ورزش. واقعا الیتای خاص خودش رو داره دیگه و الان هم آدم ها اینطوری هن که چشمشون حساسه به تصاویری که دارن میبینن و اگه شما بخواین وارد این حوزه بشین باید حرفی برای گفتن داشته باشین، واقعا یه شکافی رو باید دیده باشین که بتونه جوابگوی نیاز مخاطبتون باشه که اونجا فعال باشین و ازش کسب درآمد کنین، وگرنه خیلی سخته. یعنی چی؟ چه شکافی؟ ببینید الان اگه بخوام با این استیجی که خودم وایسادم نگاه بکنم، دنیای ورزش تا 10 سال آینده باید ورود کنه به اون جایی که آدما رو ببره به سمت زندگی بدون درد. شاید شروع شده موجش و خیلی حسش نمی‌کنیم. هنوز تو دنیای باشگاه بدنسازی تاف و صنعتی گیر افتادیم، خیلی آماز دارن به اون سمت میبرن آموزش‌ها رو، ولی ما بدنایی رو داریم که بدنای خیلی دنیای مدرن خیلی خشک و مثل آدمای دهه قرن 19 خیلی سینه های ستبر رو بدنای خشک و نظامی، اصلا فضای خاورمیانه فکر کنم این حس رو میده که همش حالت جنگ داریم، حالت ترس داریم. بر همینم خود اون نگاه به دنیا روی بدنمون تاثیر میذاره. اینکه مشکلات سایکوسوماتیک خیلی زیاد شده، مثلا فرد میره دکتر نمیدونه زانو دردش از کجا شروع شده، نمیدونه این سردرد منشأش چیه. اینه که من فکر میکنم اینا رو دیگه ما نمیتونیم تو محیط باشگاه درستش کنیم، یعنی باید یه جاهایی باشه شبیه خانه های یوگا، حالا نمیگم فقط خود یوگا، چون یوگا هم یه نمایشی رو افتاده توش که نمایش قدرت فیزیکیه که من واقعا باش زیاد موافق نیستم. این هم باز کمکی به زندگی بدون درد نمیکنه واسه آدما. اما رویکردهای جدید مثل فانکشنال پترنز که حالا آقای سجادی توی اصفهان خیلی فعال داینامیکن با تیمشون دارن این کار انجام میدن و گواتا سیستم و دیگه حالا این دوره که فکر کنم دیدین 2-3 هفته پیش گذاشتم NKT که کمک میکنه با تستای منوال، یعنی با خود طبیعت بدن کمک میکنیم که ناهنجاری بدنتون رو پیدا بکنین، اون نقطه اختلال رو در بیارین و یه سلسله تمرینات و هومورکا بدین به مخاطبتون که اصلا نیازی به نه دستگاه خاصی داره نه فضای خاصی. دستگاه ها و اینها رو شما گفتن خب از این نظر چقدر هم نظریم، ولی خب ما کارمون سخته. یعنی شما توی آموزش هایی که میخوای بدی، تو کلاس هایی که میخوای برگزار کنی، اگر که دستگاه ها رو به حداقل برسونی فکر میکنن که حالا مثلا اون دستگاه ها متاسفانه این نگاه این خیلی چالشه داره. برای منی که میخوام به کمترین دستگاه اکتفا بکنم خیلی چالشه که آقا ما اصلا واقعا خیلی به دستگاه های متعدد نیازی نداریم. ما همین که یاد بگیریم این حرکت رو در فرم صحیحش انجام بدیم
بتونیم 10 تا تمرین رو در فرم صحیحش انجام بدیم خیلی به ما کمک میکنه. تا اینکه حالا آقا سیمکش چرا نداریم، بارفیکس چرا نداریم، اینو چرا نداریم، اونو چرا نداریم، تو این جلسه چرا کم با وسیله تمرین که میکنیم، اینها. این که شما گفتی خیلی حرف دل من بود که حالا اگه یه ذره دیگه بیشتر در موردش بگی فکر میکنم ما بیشتر کیف بکنیم. من فکر کنم تعاملات ما مربی‌ها هم که امروز ازتون کلی تشکر کنم، واقعا دارید اساسی زحمت میکشید و ریشه‌ای به خاطر همینه که هم که در موردش فضایی باز شد که بتونیم حرف بزنیم. یه رسانه‌ایه. من فکر کنم که اگه قرار بود مثلا 4 سال دیگه یه نفر بره توی یه کتابی حالا یا توی یه پیجی اینو ببینه، خب زودتر الان این دیالوگ بین من و شما رو میبینه و میشنوه. حتی شنیدن همین کلمه فانکشنال پترنز که بنیانگذارش حالا کی هست، کجای دنیا هست و کی تو ایران داره کار میکنه، قطعا میره دنبالش. و اینکه نمایش بعدی ما تو اینستا چه شکلیه یا تو خود سازمان ورزش به چه شکله، از همین قدم‌های کوچیک کوچیک شروع میشه. اینکه یکی میاد توی باشگاه من نگاه میکنه میگه که به به مثلا چه دستگاهایی، و فکر میکنه که فقط این دستگاهه و من بابت این پوینت مثبتی که دارم از مخاطبم میگیرم، یعنی من دارم تشویق میشم از طرف مخاطبم که خب پس من کار خوبی کردم، بیزنسمو این شکلی ران کردم، 4 تا دستگاه ریفورمر گذاشتم و حالا چقدر خوبه که مخاطبم منو میپسنده، میاد حالا آریال به من میده و کلاساشو شروع میکنه. اگر این برای من کافی نباشه به عنوان مدیر اون مجموعه یا مربی و شروع کنم به قدمای همون 10 سال بعدی که میگم فکر بکنه، پس من آدمیم که اثرگذارم برای 10 سال بعد. چرا؟ چون شروع میکنم به همون مخاطبم میگم که آره ولی من بدون اون دستگاه هم میخوای به تمرین بدم و حالت خوب بشه، و همین کارو میکنم تو مجموعه خودم. یعنی یه سلسله کلاس ها هست که کلاس های بدنمندیه. یعنی اون آدمه میاد فقط با بدن خودش شروع میکنه نگاهش به فضا و بدنش. یعنی از دستگاه میارمش پایین میگم میخوای 5-6 دقیقه با همین کارو انجام بدیم، و این شروع اون موجه است. به شرط این که من به عنوان مربیم اینو خودم واقعا قبول کرده باشم و دلم بخواد که پا تو اون مسیره بذارم که این تغییر اتفاق بیفته، نه اینکه بمونم حالا تو دنیای تایید و تشویقی که مخاطبم منو توش گرفتار میکنه. میدونین فکر کنم یه ذره باز اون خودشناسی است که گفتم مربی اگر خودش داینامیک و پویا نباشه تو عرصه خودشناسی، ما میمونیم پله های استیجای پایین میمونیم و پیشرفت نمی‌کنیم که بخوایم آدم‌ها رو بریم به سمت زندگی بدون درد. در مورد همین زندگی بدون درد بیشتر بگی. این یعنی چی و چجوری به این کلمه رسیدی؟ ببینید من در شروع 40 سالگیم یهویی به خودم اومدم که خب حالا امتیاز بدنت مثلا 98 چقدر خفن، میری بادی آنالایز میگی و همه تشویقت میکنن، الان دیگه آماده میتونی بری مسابقه، میتونی بری رو سکو و بری مثلا میس المپیا هم بشی. یعنی در اون حد شما ذهنتون آماده باشه. و اینطوری بودم که حالا چقدر من دارم درد میکشم، این درد فیزیکی. خب از 5 سالگی داری این بدن بیچاره رو اووریوز میکنی که اولش که همش تشویق رو از پدرت میگیری که آره مثلا برنامه کشتی آخر هفته است که تو مثلا همه پسرعموهاتو شکست میدی و تایید اولو از پدرت میگیری، بعد میای تو مدرسه میری مثلا مسابقات مدرسه یه تایید از اونجا میگیری و اصلا این به این بدنه فکر نمی‌کنی که خب حالا این پوینت مثبت رو گرفتی، یه پوینت مثبت هم خودت باید به خودت بدی که راحت بخوابی شبا. اصلا لزوم و ضرورتش چیه که من شبا اینقدر درد بکشم؟ چرا من با این اوصاف که این همه سال تمرین کردم یه پله رو میخوام برم بالا من اینقدر باید عذاب بکشم، یا میخوام دمبلا رو جمع کنم خم شدم برای من یه چیز عذاب آوریه. این شد که به خودم گفتم نه دیگه آخر بازی و نگاه هم عوض شد کلا به بدن. قبلش هم تو دوره کرونا یه مکس کوچیکی شد، خب همش کوله میداختم روی دوشم، از این باشگاه به اون باشگاه، فکر کنم که تایمای زیادی بگیرم، شروع کنم حالا اون رشته‌هایی که دوست دارم و تمرین کنم و معرفی رشته‌ام داشته باشم، حتما خیلی کار خفنی دارم میکنم و اصلا تایمی برای این نبود که من به بدنم فکر کنم. من فکر کنم این نگاه دوگانه گرایی که بدن از روح و جسم ذهنمون جداه باعث می شد که واقعا بیافتیم توی یه دامی که فکر کنم الان خیلی از مربیان البته گرفتارش هستن. تو دوران کرونا یه مکسی شد من تونستم یه استراحتی به ذهنم و بدنم بدم که
خب حالا همه کلاس‌ها تعطیل شده، باشگاهت هم که ورشکست شده، دوباره اومدی استودیوی شخصی خونه بابا اینا. خب حالا میتونی یه ذره، من درگیر هنرهای نمایشی و تئاتر و این چیزا شدم. رفتم دیدم یه جایی دارن تست تئاتر برگزار میکنن، یه سری آدم اونجا بودن که گفتم تو رو خدا فقط من بیام، قلم کاغذم با خودم برده بودم که یه گزارش نویسی کنم که چه آدمایی دارن جذب تستای تئاتر میشن. و خب اولش هم اینطوری بود که بدنهای پیچیده باید میومدن یه سلسله حرکات موزونی شبیه رقص و این چیزا رو مثلا فری استایل اونجا اجرا میکردن. بعد به من گفتن تو هم اومدی؟ گفتم نه مثلا من کی باشم میخوام فری استایل کار کنم، اصلا تو این حدا نیستم. من فقط خواهش میکنم بذارید من اینجا بشینم، میخوام ببینم که چرا این بدنی که قهرمان ژیمناستیکه یا قهرمان دنیای رزمیه، قهرمان دو میدانیه، در نهایت میخواد که برقصه، در نهایت میخواد طوری با بدنش رفتار کنه که دیگه آزادانه توی فضا حرکت کنه. بعد دیدم که آها پس همه اینا هم دارن میرسن به یه نقطه، اونم نگاه آزاد به بدن و ذهنه، که دیگه اونجا درگیر کارهای شناختی و کار با ابزارهای هنرهای نمایشی مثل جاگلینگ و دابل استف و استف دراگون و خیلی چیزای دیگه که میرفتم تو پارک میشستم آدما رو نگاه می‌کردم، بچه‌ای که حالا توی پارک لاله بیشتر از این ابزار استفاده می‌کنن، حالا دنیای خاص خودشونو دارن، ولی نگاه کردم به این که تو داری چه فانکشن یا تو بدنت با این ابزاره و اینکه اتفاق روانی که توی اجرای فلو یا جریان برای تو میفته با بدن تو چی کار میکنه. و نگاه می‌کردم که چقدر بدنای اینا قرینه است. و من پرسیدم که خب حالتون خودتون راحت خم میشی، زانو اذیت نیست؟ و دیدم هیچکس درد نمیکشه، همه حالشون خوبه. و این موضوع که به خودم گفتم آهان پس هنر حرکت و فلسفه حرکت نمیتونه توی باشگاه بدنسازی خلاصه بشه، یعنی باید از اون فضا فاصله بگیره. این بود که این مدرسه‌ای هم که جدیداً افتتاح کردم، اسمشو گذاشتم مدرسه بدن متفکر، در واقع یه زنی به نام میبل تا توی امریکا همینطوری به بدن نگاه کرد، با همه آسیبایی که داشت تو دوره کودکیش اومد و با یه سلسله تمرینات و تصاویری که توی ذهن آدما حالا مجسم میکرد باعث شد که روی اختلالات حرکتشون تأثیر بذاره. و اینطور شد که جریان نگاه هم به زندگی بدون درد و درون مایه‌های هنری از اونجا شکل گرفت تو دوره کرونا و رسید به اینجا که کم کم کمک کنم شاید ریفورمر یه جورایی مثل قلاب باشه برای من. شاید درست نباشه اینجا بگم، خیلی از مخاطبام از دست دادم ولی زیاد مهم نیست. این که تو دنیای امروز اگه بازار اینو میخواد که با ریفورمر شروع کنی اشکالی نداره، چون انگار جور دیگه ای نمیتونی بهشون کمک کنی. بذار اون آدم فقط به خاطر ریفورمر بیاد ولی تو بهش بگی به خدا این نیست ماجراها، من میخوام یه جور دیگه بهت کمک کنم، در جریان این موضوع هم باش. اینه که من از لول 2 ریفورمر دیگه استاپ دادم، گفتم که اوکی تا اینجا حالا معرفی کار داریم و چند تا مربی که آموزش دادم و به استان معرفی کردم، با اینکه هر بار که معرفی میکنیم سهم بازار شما کوچیک‌تر میشه، ولی اینطوری هم که چون هر مربی نگاه منحصر به فرد خودشو به بدن داره، بنابراین هیچ کس نمیتونه جای اون یکی رو تعیین کنه و هر کسی خب مشتری خودشو داره. و من همیشه اعتراض میشه که تو چرا همش مربی آموزش میدی، چرا هر تشویق میکنی مربی بشه؟ میگم بابا من واقعا نگاهم اینطوری نیستش که این قراره حالا جای کسی رو تعیین بکنه و حوزه سلامت هنوز جا داره که مربیای بیشتری داشته باشیم، ولی اینکه چطور آموزش ببینن هم شرطه که بریم به همون سمت که ازم پرسیدین چطوری شروع شد زندگی بدون درد. الانم گاهی میافتم تو اون تله ها، میخوام بگم چون اونطوری بزرگ شدم، این مدل زیستم از 5 سالگی تا 41 همین بوده که من ورزش‌های سنگین انجام بدم. گاهن شاید مثلا کارامو میبینین یه وقت یا مثلا از میله آویزون شدم چون واقعا نمیتونم، هنوز خودمم بدنم اون نیازو داره که کارهای سنگین رو انجام بده، ولی تا درد شروع میشه به خودم میگم ببین باز این پاسچری ریخته به هم، کاملا متوجه میشم که خب کتف کار خودش رو درست انجام نمیده، لگن من یه ذره رفته اینوری، حالا مهره اس یکم که سر خورده به تو، این چه اتفاقی براش میفته، کاملا اون ناترازیه رو متوجه میشم. باز میام یه ذره آروم میشم، میگم خب هیجانتو کم کن. میخوام بگم خیلی این مدیریت هیجانم خودش کمک میکنه که مسیر درست رو پیدا کنم. اینه که برای همه بچه‌ای هم که دارن مربیگری میکنن اول میخوام بگم بدن خودتون باید به اون سمت حرکت کنه. برای مربی ریفورمر شدن
باز چه ویژگی هایی به نظرت نیازه؟ چون به نظرم واقعا متن باید دستگاه کامل کنن بچه‌ها. خب با اینکه خیلی از مدارس دنیا این ممکنه روی کردشون این نباشه، یعنی شما اون تمرینات روی متن و تمرینات کلاسیکو نیاز نیست حتما بگذرونین، ولی به نظرم باید یه بیسیکی داشته باشیم از خود متن که اصلا این تمرینات هسته مرکزی چی هست و بعدش بریم روی ریفورمر، چون با یه صفحه لغزنده خیلی عجیب غریبی که درسته حالا حس عمقی رو خیلی تقویت میکنه، اما شما هنوز روی اون مته باید توزیع نیرو رو یاد گرفته باشین. اگر یاد نگرفتین من فکر میکنم خیلی میتونه خطرناک باشه، یعنی ما همش با سقوط‌های عجیب غریب ممکن مواجه بشیم. اینه که بهتره با متن شروع بشه، یعنی هر کی از من میپرسه که نظرم اینه، ممکنه حالا خیلی هم قبولش نداشته باشن. شما خودتون نظرتون چیه؟ منم فکر میکنم بیسش مته دیگه. آره. یعنی باید حداقل اون حرکت‌های بیس رو بدونه و بعد بیاد روی دستگاه. آره خیلی خطرناک میشه این شکلی. من داشتم ورزشکاری که البته میگن بچه‌ها مت کار کردن ولی انقدر شوق ریفورمر رو دارن که گاهنم، حالا شاید درست نباشه بگم، دروغو میگن. نه من مت کار کردم 6 ماه مثلا مربی داشتم و اینا، ولی وقتی میاد میبینی اصلا نمیتونه رو کف پاهاش درست بیسته و این هنوز پاهاشو انگشتاشو چکشی میکنه، این هنوز نمیتونه انگشتای پا سطوح کف پای خودش رو نمیشناسه. چطوری من شما رو ببرم روی این صفحه لغزنده؟ درسته که حرکت‌ها همشون با فوتورک شروع میشن، حرکت خوابیده شروع میشن، اما بازم به هر حال من قرار به این آدم بگم خب یه الگوی ایستاده هم داریم دیگه، اونجا قراره چیکار بکنیم؟ و میبینم که این آدم اصلا نه لگنش اجاسته نه کف پاشو میشناسه و همش دچار سرگیجه و اون حس ترس برای اجراش. آموزش متن حالا به مربی نه، به غیر از مربی باید توی کلاس خصوصی باشه یا گروهی؟ امکان پذیره در گروهی آموزش متن یا آموزش ریفورمر؟ هرچند که من هر دوتاشو همیشه میگم که یک مربی یک ورزشکار. خب اصلا باید اینطوری باشه پیلاتس، به خاطر اینکه نمیدونم حالا چرا توی ایران اینطوری طراحی شد تا تدوین شد، نگاه همگانی داشتن خب به آموزش. البته که طوری هم طراحی تمرین انجام شد از طرف خامچی که خوب بود، میشد مدیریت کرد کلاس شلوغو، ولی به نظر من برای فیزیکال کوینگ دادن که یه مورد خیلی مهمه توی تدریس، اینکه شما برید و اون نقطه از ناهنجاری یا عضله خاموش رو تاچ کنید و یه فیزیکال کوینگ بدین به ورزشکارتون. این نمیتونه توی کلاس مثلا 20 نفره اتفاق، چون زمانی رو ندارین، یا حتی تصویرسازی که میخوایم بکنیم برای ورزشکارتون، چون بدن با بدن باز متفاوته. مثلا من یه نفر نگاه میکنم که لگنش تراز نیست، یکی دیگه شونشه که ترازه، حالا یه نفر آرنجش هایپر اکستنشن داره، میخوام بگم تو اون رو 10 درجه بیشتر خم کن، میخوام بگم حالا تو انگشت پا تو اینقدر چکشی نکن، و این تایمی که داره تلف میشه به نظرم از کیفیت کار کم میکنه. من همیشه قطع به یقین با کلاس یک مربی یک ورزشکار همیشه موافق بودم، همیشه تو استودیو خودم هم اینطور پیش رفتم، ولی یه جاهایی هم اگر نگاه عمومی و همگانی بخوام داشته باشم، خب مدل سرفصلی که آموزش میدم خیلی فرق کنه، یعنی حرکاتو خیلی ساده چینش میکنم که نتیجه بهتری بگیریم. خواستم همینو بگم در آخرش دیگه. چون ما سال هاست که داریم گروهی تمرین میکنیم، ولی خیلی کار سختیه. من همیشه سعی میکنم نرم اون سمتی، کلاس شلوغ بردارم. آخه نمیدونم حالا اینش درست باشه یا نه، ولی من انقدر که عادت کردم به کلاس گروهی، باز مثلا جمعیته که کم میشه کیف نمی کنم، این کیف خودم رو بیشتر در نظر میگیرم. یعنی من برام خیلی سخته که کلاس خصوصی باشه، یه نفر دو نفر باشه، یه ذره برام کسل کننده میشه، مگر اینکه حالا مثلا بر حسب اتفاق یا اصرار کسی بخوایم که مثلا یه کلاس خصوصی داشته باشیم. توی گروهی هم میخوام بگم که من تقریبا این چیزی که آخر حرف شما بود رو انجام میدم، این که سعی میکنم حرکت‌ها کمتر باشه، یعنی تنوع کمتر میکنم و این تکرار پذیری رو زیاد میکنم که هی اینا با حرکت‌های با یک پترنی آشنا بشن بیان جلو. آره کمتر بشه اشتباهشون. بعد مثلا توی یک جلسه ممکنه یه نفر رو مثلا روش فوکوس کنم ببینم مثلا این حرکت‌ها رو این داره اشتباه میره، ممکنه هی تو همون جلسه چند تا حرکت رو تکرار بکنیم فقط برای یک نفر. درسته. این شکلی مدیریتش میکنیم، ولی خب به هر حال حرف شما هم درسته. طبیعتاً باید اگه بخوایم خیلی
علمی کار بکنیم، همون خصوصیت پیلاتس خیلی فضای خاصی داره. آره. اگه بخوایم بگیم که چطوری میشه باهاش بیزنس کرد یا کیفیت بالایی رو حالا برای مشتری فراهم کرد، دقیقا همینه. یعنی نکته کلیدیش اینه. یعنی شما اونجایی میتونین بگین که من کلاسام گرونه که بتونی خدمات خوب ارائه بدی و این توی کلاس عمومی واقعا امکان پذیر نیست. حتی ما حالا رفتی سراغ قیمت، من خیلی جالب که سوالا داریم تو آخر حرفای شما سوالای بعدیه. این که میگین که کلاس های گرونه، من فکر میکنم الان باز نسبت به چیزی که داره آموزش داده میشه، محتوایی که داره ارائه میشه تو پیلاتس، حتی کلاس های گروهی هم خیلی ارزونه. این نسبت به رقمایی که گروهی پیلاتس، آره، هم گروهیش هم خصوصیش، آره نسبت به محتوای غنی که داره ارائه میشه، من فکر میکنم حالا دوستانی هم که دارن سالها تمرین میکنن یا با ما تمرین میکنن، اینها واقعا قدرش رو کم میدونن. شاید بدونن که مثلا میاد اینجا چه اتفاقایی براش میفته، ولی واقعا جای تأسفه که مثلا یک کلاس گروهی با یک به نظر من قیمت ناچیزی داره ارائه میشه. حالا میدونیم که خارج از ایران قیمتا مثل کلاس فیزیوتراپی دیگه، شما میبینید توی کانون گرم یه جمعی اونجا هستن که دارین انرژی جمعی هم دریافت میکنین، مربی هم مدام چکتون میکنه. به قول شما یه درونمایه خیلی عمیق فیزیکی و علمی هم اونجا هست، به خاطر اینکه اصلا خروجی کلاسی که میاد بیرون با روش تمرینی‌های دیگه انقدر به قول شما غنیه که من فکر می‌کنم ما مربیام خودمون نخواستیم، یعنی یه بی‌انصافی داشتیم در مورد مشخص کردن نرخ کلاس‌های. من همیشه براش جنگیدم، یعنی به عنوان آدمی که همیشه ساختار شکن بودم گفتم که خب مربی عزیز چرا کلاسات باید ارزون باشه به نسبت رشته‌های دیگه؟ خب این رازش تو دانشته. بله. یعنی اگر تو خودتو از این استیجی که الان هستی داینامیک‌تر، پویاتر به سمت آینده حرکت نمیدی، نخوا که مشتری هم پول بیشتری به تو بده. این همش تو خودت و نگاه تو به بدن خلاصه میشه. اینه که بچه‌ها هم فکر می‌کنم که خودشون هم داینامیک نبودن این سالها. مثلا شما جامعه یوگا رو ببینین که چقدر خوب دارن پرزنت میکنن رشته و روش تمرینی خودشونو، ولی برای پیلاتس کی این کارو کرده واقعا؟ یعنی ما اون نمایش آنچنانی رو برای معرفی رشته پیلاتس نداشتیم، چون که از ابتدا هم فضای بسته‌ای داشت و اصلا این تو ذهن همه ما جا مونده که ما همش انگار تو فضای بسته‌ایم. یعنی یه حس روانی داریم که خب همینطوری همین کافیه دیگه، یه کلاسی رو فقط ران کنیم تموم شه، در صورتی که تو میتونی از همون کلاس با همون حرکات ساده یه محتوای تصویری داشته باشی. اون میتونه مستند باشه، همون حسی که آدم بعد از کلاس داره به تو میده همونو مستند تصویریش کن، آدما ببینن که این حالش خوبه، این بدنش بعد 3 ماه که اومده دیگه نیاز نیست. حتی بچه‌ای که حرفه‌ای ان توی شنا میان میگن مشروش هم یه تغییراتی توی آب داشته، طرف سوارکار میاد میگه من احساس کنم روی اسب راحت‌تر میشم. خب این همه این گزارش‌ها اینا مال دنیای پیلاتس، ولی چرا کسی اینا رو نمایش نمیده؟ آره مستند نمیشه. دقیقاً. حالا چند تا از این مستندا رو اینجا شما بگو. خب بذارید ببینم. حساسیت‌های تنفسی داشتم توی بچه‌هام که سال‌ها بود اسپری استفاده می‌کردن. خب ریه‌شون خیلی ارتقا پیدا کرده و وضعیتش خیلی بهتر شده بود. و دیگه همون مایندفولنس موومنت کردنه، این آروم حرکت کردنه و این تنفس‌های عمیق که وضعیت خوابشون چقدر بهتر کرده، دردای سایکوسوماتیکشون چقدر بهتر کرده. و دیگه حتی کیسای جراحی ACL خیلی داشتم، بچه‌های تکواندو و دیگه بچه‌های دونده که عملکردشون چقدر بهتر شده، بچه‌های 2 استقامت دیگه. کیار بگم خیلی بوده، خیلی زیاد. و خودم هم جز کسایی بودم که اصلا مستند نکردم. خب بگید الان مستندش خیلی تا وقت دیگه کیار بگم تو رشته های مختلف ببینم. خودتون رو نمیخوایم بگیم؟ خودم که قشنگ یادم اینطوری که کلاسای پیلاتس رو شروع کردم، اولین خاطرم اول بگم سر کلاس خانم عطی رفتم دیدم که ای وای چرا این همه آدم مثل یه روح وایسادن و دارن آینه رو نگاه میکنن و یه خانومی هم داره صحبت میکنه و چرا اینا هیچ تکونی نمیخوان. خب من همیشه دویده بودم، هم تو تکواندو همیشه حرکت‌های مثلا جامپ و اینا داشتیم واسه وارم آپ. من گفتم مگه میشه بدن آدم اینطوری دارن چیکار میکنن؟ و بعد اینطوری بودم که اولین نفس عمیق حالا اون تنفس ارضیه رو که انجام دادم گفتم خدای من باورم نمیشه تا زیر پوست سر من گرم شد. مگه داریم یه همچین احساسی؟ و این بود که خودم گفتم پس میشه گرم شد با یه همچین تمرینی.
و بعد اون من سیستم خوابم، یعنی انقدر که احساس کنم تشدد ذهنی زیاد بود، اینطوری که صبح میشد من گفتم مگه صبح شد، من که نخوابیدم، توی خوابم همش فکر میکردم. این بود که بعد از چند جلسه پیلاتس کار کردم، حدود 1 ماه اینطورا، احساس کردم که خواب خیلی با کیفیتی دارم و این یکی از اون اتفاقای خوب پیلاتس بود برای من. درآمد مربی پیلاتس چطوریه؟ راضی کننده هست؟ الان اوکی؟ من آره همیشه راضیم، یعنی همونطوری که تارگت تعریف میکنم و تارگت هامو میزنم. میرسی. خب با اینکه حالا یه ذره شرایط اقتصادی سخت شده برای همه و خب من با افتتاح مدرسه هم ریزش شاگرد داشتم به خاطر حالا این وضعیت تورمی که بوده و حالا به خاطر آموزشایی که دادم و مربی دیگه هم وارد بازار کار شدن، خب یکم سهم بازار من کوچیک‌تر شد، اما نه مثلا پارسال فکر کنم با تارگت بگم عددا رو، مالیات و اینا که نمیخوره بهش. بعد دوست داری بگو، دوست نداری نگو. آره دیگه، اگه شهریه ها واقعا اون چیزی باشه که با استاندارد البته بریم جلو و درست مشخص کرده باشیم عددا رو، بچه‌ها باید تا 200 تا بزنن تارگتاشون. برای 200 برای چقدر؟ ماه میگی؟ بله. خب با چند تا کلاس؟ یه مربی رو داریم یا مجموعه رو داریم؟ من سال گذشته نه دیگه مربی ریفورمر رو دارم میگم. خب با 2 تا یونیت و 10 ساعت کاری، یعنی 20 تا شاگرد حالا 8 ساعته، فکر کنم تقریبا تا 150 تا پر کردم و امسال خب باید بیشتر میشد. امسال به خاطر ریزش شاگرد کمتر بود و تمرکزم هم خب فقط روی ریفورمر نبود، کارهای دیگه چون کردم. خود افتتاح مدرسه باعث شد که یه ذره رو خود یه چیزی که هست، حالا مرسی که عدد رو گفتی، این که حالا میگیم که بچه ها بیان و کار بکنن، یکی این که واقعا یه فضای مبهمیه که شاید کسی ندونه این عدد و رقم ها چقدره. یعنی اگه یکی خوب کار بکنه و بدونه به یه همچین عددهایی میرسه، خب بیشتر تلاش میکنه دیگه. مثلا انقدر عددا رو نگفتن هیچ جا و مشخص نیست. آره باید شفاف گفت. علاوه بر این که شما باید یه عمرم گذاشته باشین برای یه سری چیزا. ما طبیعتاً که نمیشه با 6 ماه موقعی که 16 سالم بود چرا با 5000 تومان شروع کردم. مثلا 5 بار ورشکست شدم تو دنیای ورزش. من 5مین سالونیه که افتتاح میکنم و بارها زمین خوردم تو بیزنس ورزشی. به خودم گفتم که این آخرین باره این مدرسه که افتتاح میکنم. خب بچه‌ها شاید اون استیج آخر رو دارن میبینن. من حتی تیم بستم که مثلا هر کدوم آقا اینقدر تارگت مالی بزنین، 5 نفرش همه منو محکوم میکنن که تو ضریب شهرتت بالاست، خب تو بیشتر میزنی. من حتی گفتم آقا من این تیمو منحل میکنم، خودم تارگت رو تا آخر سال میزنم و زدم. یعنی اگه قرار به مسابقه باشه، من میگم همیشه مسابقه جلوز پشت بازو مسابقه تجاری هم میتونیم برید، به شرط اینکه پلنای خوب بچینیم براش و ارتباط سازی هم کرده باشیم. این پلن‌ها رو شما چجوری میچینین؟ یعنی چه راهکارهایی داری؟ مثلا تبلیغاتت چطوره؟ مارکتینگت چطوره؟ ببین حسن شهرت در واقع از شجاعانه در ورزش های دیگه رفتن و ارتباط سازی کردنه. مثلا شب رفتم تو دنیای پدل، مثلا نترسیدم از این که مثلا من چه مثلا پدل ورزش راکتی هستن، چرا میرین اونجا مثلا ارتباط سازی میکنید، وقت میذارید و هزینه میکنید. پدل مثلا رشته ارزونی نیست. میرین مثلا توی ورزشایی مثل حتی کراسفیت، من رفتم مثلا تولید محتوا کردم در صورتی که هیچ خروجی مالی بر من نداشتم، که یه عکس خوشگل از بچه‌ها میگه تا یه خاطره خوبی میشد براشون. اونا همیشه تو رو یاد میکردن، منشن کردن توی اینستاگرام و دیده شدن شما. با اینکه شما یه پیج بسته دارین، من شاید اصلا هیچ وقت از پیجم درآمدزایی نکردم، یعنی هر اونچه که بوده خارج از اون پیج بوده. بچه‌ها با همون ضریب شهرت مثلا سالیانی که از اون موقع که یادم میاد دارم توی دنیای ورزش دنبال دوستای جدید میگردم تو رشته‌های مختلف، نه فقط رشته خودم. اینه که بچه‌ها میان و میگن که خب چرا هیچ شاگرد پیلاتس نیست، چرا من جذب مشتری ندارم. میگم خب کجاها میری، چی کار میکنی، واقعا هیچ پلنی داری برای اینکه معرفی رشته کنم؟ من تو اسنپ هم که میشنم طرف بعد از مکالمه‌ای که با هم میکنیم که من تا حالا به بدن اینطوری نگاه نکردم، حتما امروز میرم باشگاه ثبت نام میکنم. قرار نیست بیاد با من کار کنه، فقط این آدمه دگرگون میشه نگاهش. اینه که میخوام بگم خب شما با چه شوق و ذوقی از حوزه سلامت میشینی حرف میزنی و خودتو پرزنت میکنی، رشته‌تو پرزنت میکنی،
تا حالا چند تا آدمو علاقمند کردی به پیلاتس که حالا میخوای که خروجی مالی هم ازش بگیری؟ اینه که من خودم تارگت هامو این شکلی میزنم. خود شما نگاه تجاریتون چطوره به پیلاتس؟ اینو بر خود من، چون یه بارم با هم دیالوگ کردیم، من نگاهم خوبه قیمت گذاری و قیمت که گذاری چطور باید باشه. یعنی باید خیلی اون قشری که داریم کار میکنیم، اون لوکیشن خیلی مهمه، جغرافیایی که توش هستیم. قطعا که لوکیشن خیلی مهمه. همینطور که مثلا ما الان مجموعمون تو مرکز شهره، قیمتایی که گذاشتیم و لحاظ کردیم به نسبت به مجموعه اطراف، ولی خب میدونی دیگه هرچی میریم بالا قیمت‌ها اضافه تر میشه و اتفاقا بالا هم نیست. ببین خیلی من برند شخصی کمک میکنه به این قضیه. همین که شما الان خودت یه برند شخصی داری، مثلا هستن دوستانی که یه برند شخصی دارن، حالا چه در پیلاتس چه در رشته‌های دیگه. مثلا یوگا خیلی قیمت‌ها بالاتره. وقتی یه کسی برند میشه مثلا دقیقاً داره 2 برابر ما میگیره. تو کلاس‌های گروهی رو میریم من ناامید میشم واقعا. مثلا بچه‌ها یه رقمایی میگن که میریم سر کلاس، آدم میگه که وای مثلا خب چرا ما اون رقم‌ها رو نگیریم؟ یکیش اینه که خب واقعا قیمت گذاری خاصی نداره، از جایی نمیشه مثلا هم با جایی نمیشه هماهنگ کرد، متولی الان واحدی نداریم. بعد واقعا من داشتم در موردش میخوندم که حالا در مورد آموزش پرورش بود بیشتر، که حالا یه سری کلاسای کشورایی که تو خاورمیانه چطور قیمت کلاس خصوصی رو مشخص میکنن. حالا مثلا از $2 خورده‌ای مثلا شروع می‌شده تا چقدر، و این تقریبا مال 2011 بوده. و تو خود امریکا یه مؤسساتی هستن که اینو مشخص میکنن که حتی مربی آنلاین چقدر میتونه باشه درآمدش. و میخوام بگم که اینا خیلی شفافه تو بعضی از فرهنگا، ولی اینجا شما با یه چیز خیلی، یعنی همش عدم شفافیت داریم ما بین همکارا. بالا تا پایین. البته که من تو کرج و تهران، مشهد، تبریز همکاری که اصلا شروع کردیم ریفورمر رو، یه جلسه گذاشتم و گفتم که مثلا یه همچین قیمتی باشه. این سعی می‌کنم تعامل اینطوری هم داشته باشم که قیمت پرت و پلایی نگیم. حالا بچه‌ای که تو مرکز مشهد کار میکنن یا تبریز هستن، اون جایی که حالا مرکز شهر به قول شما دارن کار میکنن، یه قیمتی رو بگیم که خیلی به هم نزدیک باشه، چون قطعا آدم‌ها اونجا به هر حال میدونن که مال قشر خاصیه کار کردن با ریفورمر. همه جای دنیا هم اینطوریه. اینه که من میگم خواهشم اینه که قیمت‌ها رو نشکنیم، ولی اگر هم خودتون خوب آموزش ندیدین هم قیمت پرت و پلا هم نگین به مردم. یعنی این یه درده دیگه واقعا. الان شما میتونین قیمت کلاساتون رو بگین؟ این ماه که نرخ زمستون رو اعلام کردم 4800 8 جلسه. 4 جلسه ای هم تعریف کردیم حالا برای بچه‌ای که روش تمرینی دیگه کار میکنن و دوستان یه گریزی هم حالا به ریفورمر بزنن، گفتیم که از 2500 بیاریمش روی 2800، این سالو با این عدد ببندیم. الان متوسط همینه دیگه، مگر من میدونم که اون مجموعهایی که حالا تو شمال تهرانن بالاتر از ما. نه اونا بیشتر از ما. ما هم نزدیکیم به شما. حالا من میپرسم از بچه‌ها تک و توک، ولی بازم تازه به من میگم من خیلی بیشتر میگیرم با اینکه ولی واقعا برای ریفورمر من فکر میکنم 4800 برای 8 جلسه رقم خیلی منطقی میتونه نباشه. چون که نه آخه نسبت به رشته‌های دیگه آدم باید قیاس بکنه. خب من دارم با یه باشگاه بدنسازی در نظر میگیرم این کلاسو، مثلا کیفیت کلاس خودم و یه جورایی میگم خب این یه باشگاه بدنسازیه با یک عالمه سر و صدا و دستگاهایی که به این آدم نوبت نمیرسه، بدنش سرد میشه، میره با اون وضعیتی که عضله فراخوانی نشده، مربیش کنارشه، درسته حمایت میکنه، ولی شلوغی باشگاه رو میخواین چیکار کنین؟ اما شما میایید توی فضای آرامش استودیوی پیلاتس و داری باز اونجا همون نرخای 50 خورده‌ای 10 تومن 15 تومن داره بابت 12 جلسه رد و بدل میشه بین کلاینت و مربی. و خب من میگم این کیفیت آموزش و اینکه مربی خودشو کجا آپدیت میکنه، با کدوم مدرسه داره ادامه میده دوره هاشو و خودش آموزشش چقدر هزینه بره و اینکه به نظر اینا رو منظور کنیم. اگه مربی هست که میگم با استانداردهای دنیا جلو نمیره، خب رقم پرت و پلام نباید بگم. بله اینم که موافقم. ولی اینو بگم که ابتدای سوالتون فکر میکنم اینجوری بود که نظرم در مورد پیلاتس چیه.
من فکر میکنم که نیازش بیشتر حس میشه در آینده. قطعاً همینطوره. یعنی همون چیزی که شما گفتی بدن بدون درد، ما از این اینجا به بعد کمک با این میکنه. سیل جمعیت رو به بالایی روبرو میشیم بدنهای که مدرن تاف آره صنعتی اینا لازم دارن که بدنهای چون بدنهایی که زود خسته میشن. چرا؟ آره. چون دچار ناترازی ان. تراز نباشه و زودتر دنیای خسته پیلاتس میشه. من فکر میکنم رو به رشده. اگر شد. که حالا اتفاق عجیب غریبی توی این مملکت نیفته، فکر میکنم آره فضای کار خوبی خواهد بود. عالیه، بله، آینده اگر خوبی که داره. آره بچه‌ها خودشون همت کنن، مثلا بیشتر کار کنن، آره بیشتر تمرین معرفی کنن، خود بچه‌ها بیشتر درس معرفی بخونن، کنن، بیشتر درگیر باشن با دنیای بتونیم پیلاتس. مثلا دوره‌های بهتری ما تو ایران داشته باشیم. یعنی مثلا من نمیدونم آخه من و شما مثلا باید بریم خارج از ایران دوره ببینیم تو هر رشته، یا مثلا من همین دوره تیاریکس هم دوره فانکشنال هم همه اینا رو رفتم تو ترکیه گذروندم. بله دیگه ما اینجا نزدیک‌ترین نداریم، جایی که امکانش الان برامون هست، جایی که بریم اینجا تعامل بتونیم کنیم. آموزش ببینیم. بچه‌ها هم ندارن خیلی الان. حالا ما اون موقع مثلا 15 سال پیش رفتیم، دلار خیلی فرق می‌کرد قیمتش. بله الان یکی مثلا بخواد یه دوره بره 70 میلیون کم هیچ کاری نکنه، فقط بره دوره رو بزنه بیاد. آره این باید هم جایی که هزینه بچه‌ها میگن چرا گرونه، میگن به خدا ما هم مجبوریم. آره. چاره ای نیستش. میخوام لطف کنی که مثلا یه پیام انگیزشی بگی برای کسایی که حالا تمرینات پیلاتس رو نمیشناسن. یه دونه اینو بگیم. آره نه ما اصلا فقط پیلاتس بریم تو پیلاتس دیگه. یکی برای کسی که پیلاتس رو نمیشناسه، یکی هم برای مربیا. یعنی دوتا میخوایم بگیم. اگه بخوای یاد بگیری، یعنی یه علمی باشه که با بدن چطور رفتار کنی، فکر کنم که بیای تو دنیای پیلاتس. یعنی واقعا یه علومیه که تمومی نداره. این برای کسی که پیلاتس رو نمیشناسه. خب خیلی کلیه دیگه. الان کسی که نمیشناسه بگیم که علومیه که چی؟ علم چگونگی رفتار با بدنتونه. خب و یعنی چطوری پیلاتس اینو به ما میگه؟ چطوری تمرین پیلاتس اینو به ما یاد میده؟ یه بار دیگه سوالتون رو می‌پرسید. چطوری پیلاتس اینو به من یاد میده که چطور با بدنم رفتار کنم؟ راستش آره انقدر کلیه شاید اون آدم متوجهش نشه. تجربه خودمون از پیلاتس رو فکر میکنم بگیم. یعنی شما اون آره چه در اون پیلاتس پیدا که کردی؟ اولین بار داشتم، اون آرامشه که ازش گرفتم و آره شاید تجربه شخصی خودم بگم، مثل همون الگوی خوابم که خیلی به هم ریخته بود. ممکنه مشکل خیلی ها باشه. و دیگه حالا مربیا، در مورد مربیا بگم جمله انگیزشی، انقدر با مربیا جمله انگیزشی میگم این روزا. خب بذاریم ببینم، شاید اون جمله استاد بزرگمون خانم توران میرهادی، این که غم بزرگو به کار بزرگ تبدیل کنیم. فکر کنم این جمله خیلی خوبی باشه. هر جایی که احساس شکست داشتی، خسته بودی، بگرد دنبال این که ببینی چطوری میتونی این غم رو به کار بزرگ تبدیل کنی که بتونه کمک کنه به آدمای بیشتری. یکی از راهایی که میتونی کمک بیشتری بکنی همین مربیگریه. اون حس حمایته که اول بحثمون گفتم، مثل یه مددکار اجتماعی. من فکر کنم همه اینا رو تو دل خودش داره. یعنی این احساس انقدر بزرگ و زیاده که میتونه سوختتو باشه برای ادامه. دقیقاً به خودتو انگیزه میده. به خاطر اینکه کمک کردن به دیگران چند تا بعد میتونه داشته باشه. میتونه هورمونای خیلی خوب توی بدن خودت اکتیو کنه و اینکه احساس مفید بودن، اینکه من کی هستم، دارم چی کار میکنم، از کجا اومدم، فکر کنم همه اون فلسفه انسانی که میتونه کمک کنه تو وایسی تو این روزای سخت و کار بکنی میتونه همین باشه. آره این احساس مفید بودنه خیلی به من هم کیف میده. یعنی آره یه دونه استوری گذاشتم با هم در موردش گپی زدیم. واقعا اون آقایی که اونجا نشسته، حالا من نمیشناسمش، تو برنامه اکنون بود، فکر میکنم نویسنده بود. حالا اون حرف قشنگی زد، اینکه
داری کاری رو انجام میدی که دوستش داری، عشقشو داری دقیقاً و براش داری مطالعه میکنی، یعنی هم داری به نوعی درس میخونی، مطالعه کنی. آره. دوست داری این کار رو انجام میدی. این خیلی کمک میکنه به این که مثلا یک کسی که میخواد مربیگری رو ادامه بده یا مثلا وارد این حوزه بشه، این حسه رو بیاد تجربه کنه. اضطراب، مثلا من یک شغلی ندارم که پر از اضطراب باشه، پر از استرس باشه، درگیر نمیدونم موارد متعدد عجیب و غریب باشم. این تعاملی که با بچه‌ها داریم توی مجموعمون، با بچه‌هایی که میان سر کلاسمون، هر کدومشون برای خودشون یه دنیایی اندوخته دارن که ما با تعامل با اینا حال میکنیم، کیف میکنیم. دقیقاً یه پاسداری حسیه دیگه. آره اینه که کمک میکنی به اون بچه ها، میان حالشون خوب میشه، یکی وزنش کم میشه، یکی لاغر وزنش زیاد میشه، یکی درداش مرتفع میشه، یکی خوابش خوب میشه و همه اینا هی به تو انرژی های خوبی میدن، ازت تشکر میکنن و تو هم همه اینهایی که داری میدی رو از کسی قبلی گرفتی دیگه. یعنی من از اون مربیای قبلیم گرفتم و دارم انتقال میدم. خب اینم از این. مرسی، خیلی لطف کردین، ممنون که دعوت منو پذیرفتید. مرسی، یه مسیر عالی رو شروع کردین برای مربی پیلاتس. مرسی از شما. مرسی.